با سلامی گرم از پراگای سرد به همه شما بینندگان بینیت گرامی رادیو زودی شعله گلخوجه هستم. بازم در کنار شما با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. سپاس میگم که پیوسته رادیو زودی رو تماشا میکنید و من بعد از تنفس 2 هفته‌ای بازم برگشتم و در خدمت شما قرار میگیرم در تقدیم سرخطهای روز و برنامه خبری. تشکر میگم که روز خود رو با رادیو زودی آغاز میکنید و همین گونه امیدوارم که تا آخری صحبت همراه ما خواهید بود، چون من خبرهای مهم رو برای شما جمع آوری کردم و امیدوارم به بعضی سوالای خود در این صحبت این ساعت شما میتوانید پاسخ بگیرید. و باید بگم که اکثریت خبرهای من مربوط به پروازهای چارتری و همین گونه نرخ بلیط از سمت روسیه به تاجیکستان است. ولی از اون آغاز میکنم که امروز حدود 20 تن از دانشجویان توجیک دانشگاه‌های کشورهای خارجی که با سبب خروج کرونا ویروس امکان بیرون شدن از کشور را ندارند برای کمک خواهی نزد بینای وزارت کار خارجه تاجیکستان جمع آمدند. چند تن از دانشجویان به رادیو زودی گفتند که تحصیل فاصله‌ای در کشور دشوار است و میخواهند به روسیه بروند. همکاران ما برای صحبت نزد این دانشجویان رفتند، ولی هنگام بازتاب این واقعه خبرنگاران ما و آسیا پلوس برای یک صحبت با داخل وزارت کارهای خارجی دعوت شدند. به نمایندگان این وزارت ناخوشایند بوده است که خبرنگاران از احتمال برگزاری تجمع دانشجویان مقامات را در جریان نگذاشتند و در حوله وزارت که به گفته آنها انشاءات رژیم نیست نوار برداری کردند. در این باره ما در برنامه خبری با تفصیل برای شما معلومات میدیم. بیش از نیم سال است که با دلیل پیشگیری از سیرت کرونا ویروس طوری شما که میدانید پروازهای معمولی بین تاجیکستان و دیگر کشورها قطع گردیده است. دانشجویان میگویند بعد از ادامه یافتن چنین وضعیت مشکل آنها نیز برای از خود نمودن برنامه‌های تعلیمی بیشتر شده است. و چون از پروازهای چارتری گفتم، رو میارم به پروازها که امروز از روسیه به تاجیکستان انجام می شود و برای شما خیلی مهم است. آنهایی که میخواهند به تاجیکستان سفر کنند طبق جدول ترتیب داده وزارت کار خارجی قرار است 9 نوامبر توسط 5 پرواز مسافران از روسیه به تاجیکستان انتقال داده شوند. 3 پرواز از مسکو به دوشنبه و 1 پروازی از اوفا و سنت پترزبورگ تحریزی شده است. نقشه نو پروازها تا 30 نوامبر در مد نظر است. هرچند اکثریت زودگان تاجیکستان در روسیه ماها باز منتظر از سر گرفتن پروازهای مستقیم بین دو کشور می باشند. هفته گذشته سفارت روسیه در تاجیکستان اعلام کرد که برای بیرون آوردن شهروندانش از این کشور در ماه روان طریق 4 پرواز با مقامات تاجیک به موافقت رسیدند. پرواز اولی الکی 7 نوامبر انجام شد. بلیط ها در مسیر دوشنبه مسکو توسط وبسایت رسمی یوتیر فروخته می شود. از دوشنبه بازم به سوال شما پاسخ میگم به روسیه آنهایی می توانند پرواز کنند که شهروند روسیه باشند. با تاکید سفارت افرادی که اجازه اقامت در روسیه یعنی ونژ دارند و در دوره پنجشنبه کووید 19 به تاجیکستان آمده بودند احتمالاً دوباره به روسیه وارد شدن نتوانند. بنابراین بینندگان عزیز پیش از خریدن بلیط توصیه میدیم که با سفارت در تماس شوید و دقیق کنید که شما میتوانید مرز رو عبور کنید یا نه. شرکت هواپیمایی سومون ایر با خبرگزاری آسیا پلوس سبب گران بودن نرخ بلیط ها را برای پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان توضیح داده است. این شرکت میگوید فعلا نرخ بلیط 395 یورو مقرر شده است، زیرا هواپیماها از تاجیکستان به روسیه خالی پرواز میکنند. گفتند در این شرکت همچنین نمایندگان سومون ایر افزودند در شرایط فعلی نرخ را از این ارزانتر کردن نمیتوانند، چون که خراجاتشان نظر به پیشتر زیاد شده است. از سوی دیگر به قول مسئولان این شرکت هوایی تاجیکستان ارزش اسعار خارجی یعنی دلار هم به قیمت بلیط تاثیر میگذارد و همان گونه که شما میدانید شروع از هفته گذشته قیمت دلار در تاجیکستان رو به بالاست. چون این پاسخ شرکت سومون ایر در حالی است که با راه اندازی پروازهای غیر نقشه‌ای از روسیه به تاجیکستان مهاجران تاجیک پیوسته از گرانی بلیط‌های آن شکایت میکنند. آنها کشورهای همسایه را مثال میبرند که نرخ بلیط‌هایشان به مراتب ارزانتر و در فروش آزاد گذاشته شدند، نه طریق نامنویسی در نمایندگی‌ها و سفارت تاجیکستان در روسیه. و وابسته به راه اندازی پروازهای دائمی و یا باز شدن یا نشدن مرز بار دیگر برای شما خاطررسان میکنیم که در این باره هنوز یگان خبری نو نیست و اگر نوگانی شد حتما برای شما معلومات میدیم. و در ادامه موضوع مهاجرت
ضمن وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد که شمار مهاجران کوری در روسیه در مقایسه با ماه سپتامبر سال گذشته قریب 25% کم و به نزدیک 1.8 میلیون نفر رسیده است. با اطلاع وزارت یک سال پیش این نشان داد بیش از 22% بود و شمار مهاجران به زیاده از 2.3 میلیون نفر می رسید. پیشتر از این شهردار مسکو سرگئی سابیانین گفته بود که در سال جاری به پایتخت 40% مهاجر کمتر وارد شده است. شمار مهاجران در پایتخت روسیه کم شده است و این مشکل را به بار آورده است، گفته بود سابیانین. به قول وی نورسایی مهاجران در بخش خدمات کمونالی و پاککاری کوچه‌های مسکو مشاهده می شود. بنا به تحلیل ها پنجشنبه بیماری کرونا ویروس باعث گردید که 40% شرکت ها در روسیه با کمبود نیروی کاری روبرو شدند. عزتمون رهبر مرکز مهاجران در مسکو میگوید که بر اثر سوختور در شهر سمره 4 زاده تاجیکستان و ازبکستان هلاک گردیده و 2 نفر دیگر در شعبه احیاگری بیمارستان بستری شدند. سوختور در خوابگاه غیررسمی مهاجران تاجیک و ازبک صبح 7 نوامبر به عمل آمده است. ریاست حالتهای فوق‌العاده سمره مساحت سوختور را حدود 500 متر مربع حساب کرده است. گفته می شود که با سوختور نشانها تنها بعد چند ساعت میسر شده است که آتش را پورا خاموش کنند. مقامات حفظی حقوق شخصیت هلاک شدگان و زخمیان را مشخص میکنند. عزتمون میگوید تاجیکان هلاک شده از 18 تا 20 سال داشتند. فعلا صاحب این خوابگاه بازداشت شده است و مفتشان علیه او پرونده جنایتی باز کردند. پرزیدنت منتخب ایالات متحده آمریکا جو بایدن اعلام کرد که 9 نوامبر با هدف زیر نظارت درآوردن پاندمی کرونا ویروس یک گروه کاری مشاوران را تشکیل خواهد کرد. نظرخواهی 3 نوامبر شهادت داد که رای دهندگان از چاره‌های مأموریت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در مقابل توسعه پاندمی کرونا ویروس نگران میباشند. به احتمال زیاد امروز شماره گرفتاران کرونا ویروس در آمریکا به 10 میلیون نفر برابر می شود. این در حالی است که یک روز پیش شماره گرفتاران کووید 19 در سراسر عالم از 5 میلیون نفر بیشتر شد. 7 نوامبر در آمریکا 126,000 نفر گرفتار کرونا ویروس شدند. طبق اطلاع دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا از کرونا ویروس و یا بیماری کووید 19 بیش از 237,000 کس به هلاکت رسیده است. سرعت کرونا ویروس در اروپا نیز اوج گرفته است. در این قاره شماره گرفتاران کووید 19 به 12 میلیون نفر برابر شده است. مرکز هواشناسی تاجیکستان میگوید که امروز و فردا کشور را هوای غبار آلود و یا چنگ باد فرا میگیرد. از این رو به شهروندان توصیه داده شده است که از سیر و گشت زیادی روزانه در خیابان‌ها، کوچه‌ها، خصوصا در نزدیکی راه‌های سیر نقلیات که به سلامتیشان خطرناک است خودداری نمایند. این وضعیت به کودکان، پیرانسالان، زن‌های حامله و شخصانی که بیماری دق نفس و قلب دارند تاثیر منفی میرساند. در نویه همدانی مردی را برای لطوکوبی همسرش بازداشت کردند. وزارت کارهای داخلی میگوید ساکن 37 ساله این نویه با همسرش جنجال نموده او را بیرحمانه لطوکوب میکند. در نتیجه به سلامتی زن 32 ساله ضرر وزنی جسمانی رسیده است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی آغاز شده است. و یک خبر دیگر از وزارت کارهای داخلی که از آشکار شدن جنایت در کلوب شبانه بربروس در خوجند اطلاع میدهد. در حالی که میبایست این مرکز دلخوشی با دستور رئیس شهر از ماه اکتبر تا به اعتدال آمدن وضع اپیدمیولوژی فعالیت نمیکرد. خب بینندگان عزیز، این چند خبر تازه بود که من برای شما در این ساعت گفتم. من به خبرهای از این بیشتر شما را در برنامه منتظر خواهم بود. در بخش مستقیم خود را احتیاط کنید و تا دیدار نوبتی.